سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با پورت دوی لول اپ این اکانت ضعیفمون و آره بچه ها، متاسفانه من صدام اینجا دارم تو ادیت صدامو حرف میزنم و صدام ادیت نشد. دارم الان اینجا میگم که باید اینجا بیاید ماموریت رو بگیرید و برید اینا بکشید. ای خدا، شانس هم نداشتیم. فکر کنم الان دیگه اینجا باید ویدیو رو کات کنم. آره اینجا دیگه ویدیو بچه ها کات میشه یا نه؟ آها نه، دارم توضیح میدم. اینجا بچه ها دارم بهتون میگم که تو اون جزیره بودیم ویدیوی قبلی و لولمون به 60 رسوندم و اومدم اینجا. از جزیره اونجایی که باگی بود اومدیم جزیره مصری. آره بود گمشو لول اپ کن دیگه، چه غلطی داریم. چی بگم بچه فکر کنم با ادیت کنم تا این بزنه لاپش. خیلی خوب بچه اینجا دیگه رسیدیم به لول 75 و من دیگه اینجا تازه فهمیدم که صدام داره رکورد نمیشه و رفتم تا چند روز دیگهش ادامه ویدیو رو فکر کنم گرفتم. آره الان نه اینجا رو دارم نشون میدم. سلام به دوستان عزیز و گرامی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. اومدم با پورت لول اپ این اکانت رو بریم شروع کنیم. و بچه من از اونی که الان دیدید و کات خورد اومد این یکی ویدیو دو قسمت شده بود. از اون حدود 2-3 روز میگذره که من الان دارم ویدیو رو دوباره رکورد میکنم. گفته باشم من لولم 75 توی اون 2 هفته آوردم ولی خب متاسفانه صدا رو رکورد نکرد. حالا دیگه روش حرف میزنم. از اینجا سعی میکنم که توی ادیت درستش کنم. الان بریم مثل لول اپ. اونم از سورد رو اونجا معلوم بود دیگه، تغییر دادیم بریم میره چون با میزنیم راحت‌تر. بریم چی میشه. فعلا حرفی ندارم بچه. اینجا هم جزیره صحراییه، چیز خاصی هم توش نداره. میتونم بگم آره چیز خاصی توش نیست. این ویدیو کات میکنم تا به جایی که جذاب باشه. فراموش کردم که وقتی که لول 90 رسیدیم اینا رکورد رو بزنم و یک کمش رکورد نشد. الان لول من شده 94. خیلی خاصی. بخشید فراموش کردم بزنم شد مکن. مهم نیست، چون کار خاصی نکردم. این لول بود که الان میذارید ادامه شد. کار خاصی هم نکرد. ولی ایکس تو برابر زدم که راحت‌تر و سریع‌تر بتونم آپگرید کنم از شما خسته کننده نباشه. تو که میبینید سریعا لول اپش میکنم بریم. راحت شیم دیگه. حالا نمیدونم باید تو کجا الان آپگرید بشه. نمیدونم حالا چیه. الان که 97 هیچ ای بابا دست زدم باید نگه میداشتم حواسم نبود. خداحافظ. آره تمام شد. الان باید بیایم از اینجا و اینا رو بگیریم ماموریتش. خیلی هم خوب. خیلی خوب دیگه بچه من دارم یکم بزنم. بعدش باید بیام یکم توضیحاتی بدم. لول چنده؟ 110 20. پس فعلا بچه ها من نمیدونستم یه تی 105 میخواد. اگه نه زودتر میومدم یه تیو بزنم. الان میتونیم بچه یه تیو بزنیم. What the hell is going on here? Let's go. بچه خیلیه. من دمیجش
وان شات هم میکنی یعنی چی؟ این صوف نیست آموز پیگی منو میتی خدا خب بگو زمین و زمین رو زمین دوری کن من بیرون نمیگو زمین رو نمیگم واقعا چی الان با بگوی زمین مردی که بیشور بگو زمین نگه نمیگوه چرا نمیچوبه ببخش من حواسم دارم یه آروم حرف میزنم به خاطر اینکه الان نمیتونم بالا نه چند تاله 5-6 تا 4 تا 4 تا مردم را هنگ اصلا و نتم یک مرتکه بیشور داشت دوباره به زنگ میزد. خب چی میگفتیم؟ یادم خیلی من لازم برام شما رفتم اومدم. خب ایوای جلسون دیگه ماموریت تمام اگه یه دور دیگه بتونم ماموریت رو برم خیلی خوب میشه. بس سعی میکنم سریع دور دیگه ماموریت رو برم. حالا بچه لیول اپ رو کردیم دیگه و حالا من میخواستم راجع به چیزی صحبت بکنم که الان متاسفانه نشد. حالا بهتون میگم. مردم متاسفانه. دوباره ببینیم اکسپی دوباره برام تمام شد. خیلی خوب بچه من ایتی دوباره من توی ویدیو قبلی که با یکی از دوستان با اکانت لیول بالاترم رفتیم که همینجوری یه ویدیویی بگیریم و بریم پی وی پی بزنیم و حالا کارهای مختلف که نکردیم، یعنی موقعیتش پیش نمید. حالا میتونید برید ویدیو رو ببینید بفهمید. بچه ها این دوست من یه اسپین زد و به من اسپین رو داد، یعنی میوه رو به من داد. ولی خب چیزی دستگیر من نشد، یعنی چیز خاصی به ما نرسید. حالا توی اون ویدیو اسپین نزدم. من خودم قبل از اینکه کلا ویدیو رو شروع کردم رفتیم که حالا بهتون میگم چی داد و اون چی داد، من چی گرفتم، خدا هم یه اسپین چون زد چی شد و اینا رو الان بهتون میگم. اینا رو بزنیم نه پرین پایین این خدا اب نرم مهم ببینید به اون دوست من یه دونه این دیگه اسمشو نمیدونم دقیق اسپریج نمیدونم میوه فنریه رو داد دوباره که من چون ازش داشتم متاسفانه همجوری دادم به بنده خدای دیگه ای. خودم که اسم زدم به هم ماکرد و حالا یه میوه خودمونه با اسمک هم داریم. خب من چیکار کنم بچه ها؟ بعد از این دقیقا بعد مدشور بریم سراغ چی؟ گفتی؟ به همون دقیقا همون بریم سراغ خوردن میوه های دیگه اینو رو لیبل اپ کنیم که حالا اسمو که اولیش بچه این زیر اگه بیادیم پایین اینجا یه کلمه که اینجا بچه هاکی فروش. من این که میتونم اینجوری بپرم و بیشتر بپرم و بیشتر دوباره بپرم و از اینجا این اولی 10,000 تومن بیشتر. این یکی بچه 25,000 تاییه که من خریدمش چون لازمش داشتم. به چیه بچه مثلا شما لایت رو با آدم عادی نمیتونید بزنید که توی میوهش رد میشه، با این هاکیه دیگه توش رد میشه. آره خب منم دیگه برم دوباره شروع کنم لیول اپ کردن و فعلا دوره و فاصله داره. Oh my god. Okay.
یه فروت اون که میشه به من یه میوه بدی لطفا توش چیلی فروت ما بده میراستش ویت میدی یا نمیدی آدم هم اون بیاده گم بودم نایی آدم مثلا سمش نمیکنم بدم بچه میوهش خیلی چرته ها ولی نمیدی نه دیاره خودم علی اسمی میزنم لذت یک اسمش بچه چی؟ لورینزو اسم تو کار ندارم 1 2 3 7 9 10 یا اول فاز به قربون همه تون برم شانست نداشتم راکت داد بهم چرترین میوه بازی رو بهم داد بچه راکت 5000 تومن من فش 40,000 تا دادم کات میکنم تا به میوهش میوه من کات میکنم تا برسیم به اون جزیره کوفتی اونور کاری نداریم خداحافظ وقت نکردم بخونم نه هم میفهمم چی میگه انگلیسیم در حدیه که خودمو کفاف میده نه تو رو باساش هم زنده است بچه من این باسا رو هر دفعه ببینم زنده است میزنم حالا اولا که من اولا نداریم چوب همین میشه میزنیمش بخاطر اینکه آیتمشو بگیرم لازم دارم آیتمشو شنلی که بچه ها تنشه رو میده و این 200 تا چیز بیشتر بمید این من خیلی لازم دارم به شدت اینم بهش پایینه و کمه نیاز دارم هیچ کدومشون نخواد گنگ خداحافظ ماینیز قند کنه انقدر تموم شد به خاطر اتکی که تو بازی یه کشتی ولی مال کشتی ما عوض کنم میفته تو آب ولی هنوز وقتم نکردم بچه اسکینوسش در روی کنم بس کنم داداش الو چه کاریه چرا من خودم بیرون بچه این دیگه خیلی چرته بچه باش از تو دیوار رد شد باگ نبود باگ بود یه جورایی الان تو اگه این دوباره هم میره دوباره هم رفت بیرون شدم مرده ها نمیدونم خیلی شد مهم خیلی خوب دوباره کات میکنم واسه اول واسه دری اول خیلی خوبه نکنه رفت آمدش اینجوری تو بره اتک نمیدونم ولی دمیجی هم میده یا نه رفت آمد اینجوری به در باگی خوشگل کردم نستش دیگه لازمش میامدیم تو اسمکو در میارم رفت آمدمونم اوکی میشه میخورم بچه با خوردن اسماک میتونی کارمون رو انجام بده درست با غیر نابیتیش بازه ولی بچه مکسش 50 و واقعا میگه بالی اسموک جدی میگم بچه خیلی میگه بالی و سریع همونجون مکسش کنید اسموک اگه واسه اولی میوه‌تون گرفتید یا کسی بهتون داد بچه همونجا بزنید تو رک همونجا بخورید واقعا خوبه کوچ بچه این پارت من تا باس همین تیکه میرم فقط یعنی بس اسمو که
اسموکمون با اون یکی فول لاب میشه و میریم واسه اسمانش دیگه. حاجی نگو اینو نکشتی الپرسیو. این اینجاست. بیا آنجا بیا بچه همیشه عده همه رو قبول کنید. بعدن حداقل از اون 100 تا عدتون چند تاشون واقعا جز عداتونن و به کمکتون. داداش انگوش کنه نمیشه نکنیم چیزی. من لول اپ هم بکنم لطفا. بچه لول 5 ایزی لول 5. خب الان بچه ابیلیتی آخرش هم اینه که حالا اوکی. الان میتونیم بچه این فنریه رو بخوریم که واقعا میوه آشغالیه. میتونیم بمب بخوریم. بمب بچه میوه باحالیه، فقط اینکه از توش رد نمیشه یکم با کارش سخت. My name is Magma. میخوریم ماگما. یام دیگو بچه ها. یام دیگو. خیلی خوب الان قراره بریم سراغ مستریاب ماگما بچه. خیلی کار سختی بشه چون آخریش 140 و من تهش با این نمیتونم تا 100 ببرمش یا 80 که بازم اوکی چون 95 ابیلیتی سومش. داداش بابا چاش آروم میشه بری جلو لطفا. من غلطی بتونم بکنم. بیایی برمرد که بافی حالا بریم سراغ مستریابش. من تا 45 رو بتونم ببرم بچه. 45 ابیلیتی دومی اوکی خوبه راضیم بچه. دمیج میبینیم دمیجو داری یا نه؟ داری یا نه؟ سلا بالا بچه. این خوبه واسه فارم. خیلی خوب میفتن دنبالتون از پشتی دمیج ایزی. اصلا کار نداره. نمیشه من سریع یه نشون کشم ماموریت تمام شد لول آپشم برم. 5 چه خبر؟ چند وقتی بیاد بیرون هم اتک میده. خیلی چیزه با خدایی. این خیلی حقیقی کلا. فقط یکم که ازش دور شن دیگه دمیج نمیخورن. سرعتش هم یکم زیاده دیگه. خداوزه بینش تمام. خب حالا بریم واسه یه باس این قسمت که این بچه باسه که بزنیم ویدیو تموم. ماموریتش میگیریم و بریم بزنیمش دیگه. کار ندارم اینجوری فقط پشتمون میگیریمش راه میاد اتک. فقط اون اتکی که وارد میکنه شاید یکم خیلی رو هست. نمیزنیم اتک رو نمیزنیم همینجوری بچه ته دنیا میتونیم ببریم و ای وای ابیلیتی که بعد بچه هریشه مرتبط میکنم چون جونم خیلی کمه. تو فعلا مجبورم با همین ایفوز با هم توان لول اپ کنم. تا تو دهنش حواسم نیست. 75 چو بستاد مرد تو چه پفیوز چرا باید نستی جان پام 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 دیگه منو سفرت کردی تو. ای بابا چی دایی فعلی من نمیبینم. دارم من میگم نمیبینم. اینقدر تقلید صدا کردم بعضی وقت صدا میشه شبیه. خب اینم از باس تمام شد و رفت بچه. تو این ویدیو دیگه الان بسیم. خب
الان تا از لول 70 از لول 60 تا لول 134 اومدیم. فکر کنم بچه پورت بعدی تا حدوداً 200 یا حتی 250 بریم. بین همون 150 تا 200 قراره بریم. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. لایک فراموش نشه و فقط همون لایک رو میخوام. ساب فعلا خیلی برای من زیادی. لایک این ویدیو فراموش نشه. اگه لذت بردین و به دردتون خورد تا ویدیو بعدی هم خدا حافظ. که نه چون من هنوز یه چیزی هست که راجع به این جزیره نگفتم. اونم این فروشنده‌ایه که اینجا میبینید که 3 تا گان چرت و پرت میفروشه که البته آخریه خیلی باحاله. میتونید ازش استفاده کنید ولی خب 100,000 تومن. من خودم چون فقط میخوام اسپید ران کنم و لول اپ و اینا رو نمیگیرم چون نیازم نمیشه. بذار من همه رو بهتون نشون بدم اول. یکیشم ای بابا یکیشم ایناست که اول با بریم بدبختی هم برم بالا. خب آخه خب اینجا بچه یه سولاخه رو که بپرید پایین. بابا بپر پایین دیگه. از پیش این یارو میتونید یه شنل 50,000 تایی رو بگیرید که ای وای یادم رفت بابا حواسم نبود دستم خورد. این شنل رو میتونید بچه خریدیم بزن که بچه بهتون 100 تا از این چیه میلی بهتون میده. 100 تا هم به جونتون اضافه میکنه. بابا خیلی چیز چرتیه بچه. نه قیافه داره نه کار خاصی میکنه. خیلی چیز چرت و پرتی. اینو نخرید. من فقط گفتم اینو که گفته باشم. خیلی کلا چیز چرتی. منم اینو الان دستم خورد قرار خریدم. بابا من قرار نبود اصلا اینو بخرم. دیگه حالا اینم شد از این ویدیو. اینو بعدا با میخریدم. خب تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.